سلام دوستان عزیز، میترا هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز پیش غذای لذیذ میخوایم درست کنیم به نام حمص که خودم به شخص خیلی اینو دوست دارم و هیچ کجا نمیتونم از این حمص بگذرم. حمص در بخش خاورمیانه‌ای مدیترانه مانند فلسطین، لبنان و اردن یکی از پایه‌های آشپزی اونجاست و پیشینش به سده 13 هجری و در جنگ‌های صلیبی به عنوان پاداش به سربازان صلاح‌الدین ایوبی داده میشد و به اون زمان میرسیم به سده 13 هجری. حمص رو معمولاً با تبوله به عنوان پیش غذا با تبوله و یه مقدار چاشنی دیگه به همراه مرغ کبابی، فلافل سرو میکنن و بسیار لذیذ و پرخاصیت و بسیار هم راحت تهیه میشه. بریم اینو درست کنیم، برگردیم به نکات رو بهتون بگم. خب دوستان عزیزم، پیش غذای خوشمزه ما آماده شد و دیدید که چقدر زیبا تزیین میشه با روغن زیتون و نخود. بهتون توصیه میکنم، اصلا توصیه است که با کنسرو نخود درست کنید، چون خیلی راحت تر درست میشه. یعنی اون مراحل خیس دادن و طبخش رو که کاملا بپزه یه مقدار ممکنه شما رو درگیر کنه اگر که وقت کافی نداشته باشید و با کنسرو نخود خیلی راحت درست میشه. یک پیش غذا و یک چاشنی کاملا رژیمیه. بهتون بگم که اگر دوست دارید به عنوان یک چیز خیلی مفید، چون سرشار از آهن، فولاد و ویتامین های مختلف هست و اکسیژن هست نخود، میتونید این رو درست کنید و به همراه کرفس، خیار، هویج و هر گونه سیفی که دوست دارید و میتونید برش بدید یا حتی نونای کوچیک برشته این رو میل کنید و توصیه میکنم که حتما درستش کنید. همونطور که ملاحظه کردید خیلی راحت درست میشه و از تمام ازش لذت ببرید. و اگر دوست داشتید این رو لطفا کانال ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید و از این که لایک میکنید خیلی سپاسگزارم.